عادل جان بالاخره سربازی من و تو هم تمام شد. 5 سال میشد با هم سرباز بودیم، بسیار مشکلات را دیدیم. از طرف من کدام سو خطا شده باشه ببخشید. خواهش میکنم، من تو رفیق هستم. عادل جان من ای پیش پدر مادرم بسیار دق شده ایم. زیاد وقت میشه ازشون خبری ندارم. فعلا خداحافظ، بعدا میبینیم. خداحافظ. خدا را شکر بالاخره وقتم رسید. اوه مرتضی جان. لالا فرهاد خوش آمدی. خوش باشی مرتضی جان، خوب هستی؟ سلامت باشی لالا فرهاد. لالا فرهاد در این مدت 5 سال کجا بودی؟ ازت خبر نداشت. هیچ پرسان نکن. در یکی از سرحدات وظیفه اجرا میکردیم، اجازه تلفن نداشتیم. پدر مادرم کجاست؟ هیچ خبری نیست. متاسفانه لالا فرهاد 3 ماه میشه پدر مادرت از اینجا رفته. برای کسی چیزی نگفته؟ متاسفانه نخیر.